با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایانی که مخاطب بندن. خب من 4 جلسه در باب خوبی و خوشی سخن گفتم و وعده کردم که اگر سوالاتی برای دوستان در باب آنچه گفته‌ام پیش آمد جواب بگم. حالا میخوام به اون وعده عمل کنم. خب من به سوالات یکی که به ترتیبی که در اینجا نوشته شده جواب میدم. سوال اول، شما در سخنرانی‌های مختلف خود بر کالینگ خیلی تأکید داشتید و گفتید که مهمترین چیزی که به ما آرامش میده اینه که مشتغل به کاری باشیم که برای اون کار ساخته شدیم. یک کالینگ، یک مأموریت، یک رسالت برای هر کسی نهاده‌اند و این مأموریت و رسالت اگر انجام بگیره مهمترین عامل ایجاد آرامش و رضایت درونی و شادی یا خوشی در شخص است. ولو شخص برای انجام این مأموریت و رسالت از خیلی امتیازات و مزایای بیرونی محروم بشه. در باب تعارض خوبی و خوشی هم سخنانی داشتید، ولی من اینو جایی پیدا نکردم که اگر میان این آرمان نهایی آنطور که از مصادیق خوشی، اما من اینو جایی پیدا نکردم که اگر میان این آرمان نهایی آدمی که از مصادیق خوشی است و خوبی یعنی نیکخواهی تعارض بیفتد، جانب کدوم رو باید بگیریم، کدوم رو باید فدای دیگری کنیم. عرض کنم که من در بحث‌های دیگر این رو عرض کردم، چندین بار گفتم، اما الانم تکرار میکنم که در تعارض بین خوبی و خوشی، یعنی اگر خوبی کردن از خوشی من کم میکنه و بالعکس اگر بخوام خوشیم افزایش پیدا بکنه، خوبی زندگیم یعنی اخلاقی بودن زندگیم افت میکنه. اگر این دو تعارض پیدا کرد، جانب کدام رو باید بگیرم؟ عمده فیلسوفان اخلاق البته معتقدند که باید جانب خوبی رو گرفت و خوشی رو فدای خوبی کرد. سوال دوم، آیا بحث زندگی آرمانی در ذیل اخلاق خودشکوفایی قرار میگیرد؟ ببینید، بحث زندگی آرمانی به نظر فیلسوفان اخلاق قبل از دوران مدرن که اصلاً جزو اخلاق بود، نه ضرورتاً جزو یک قسم اخلاق که اخلاق خودشکوفایی باشه. اصلا فیلسوفان قبل از دوران مدرن بحثشون این نبود که اخلاق فقط درباره این گفتگو میکنه که چه کاری باید کرد و چه کاری نباید کرد. اونا معتقد بودن مهمتر از چه کاری باید کرد و چه کاری نباید کرد اینه که زندگی آرمانی چیست، من چگونه باید زندگی کنم. اما امروزه که اونقدر اهمیت داده نمیشه به اون بحث و بیشتر اخلاق معطوف به چه باید کرد و چه نباید کرد تلقی میشه، بله زندگی آرمانی میاد در ذیل اخلاق، ولی نه در ذیل همه نهله های اخلاقی و مثلا در ذیل اخلاق خودشکوفایی که این سرورم عرض فرمودند بله قرار میگیره. یه سوال دیگری همین ایشون کردن، گفتن که و دیگران که هنجاری که آدمی را مکلف به حرکت به سوی زندگی آرمانی می کند منبع هنجارگذار اخلاق است یا نه آدمی بر حسب حب ذات خودش سوق داده می شود؟ نه، این دیگه از منبع هنجارگذار اجتماعی نمیاد، این از عمیق‌ترین نیازهای درون آدمی میاد.
این که من باید به طرف زندگی آرمانی بروم، این خودش دیگه یه حکم اخلاقی نیست. این که زندگی آرمانی چه زندگی است، این چرا؟ این حکم اخلاقیه. اما این که من باید و مکلفم و موظفم که به طرف زندگی آرمانی حرکت کنم، این خودش دیگه یک حکم اخلاقی نیست. این از نیازهای عمیق درون آدمی برمیخیزه که یکی از اون نیازهای عمیق درون آدمی هم همین است که خود سوال کننده پرسیدن، که یکی از نیازهای عمیق زندگی آدمی اینه که انسان نیاز داره که به ذات خودش خدمت کنه، به ذات خودش کمک کنه، ذات خودش رو صیانت کنه. اون وقت صیانت از ذات یعنی حفظ و حراست از ذات، البته ناشی از حب ذاته. بعد فرمودن در واقع چه چیزی ما رو از توصیف زندگی آرمانی به توصیه میرسونه؟ بله، جوابش اینه که نیازهای عمیق روانی ما. توصیف زندگی آرمانی کار اخلاقه، اما اینکه چرا من باید به طرف زندگی آرمانی برم، این دیگه خودش حکم اخلاق نیست. این به خاطر نیازهای عمیق درونی ما، این حکم بر ما گویا وضع میشه، نهاده میشه و استقرار پیدا میکنه. سوال سوم پرسیدن که شما در سخنرانی‌های مختلفی بر تفکیک ساحات وجودی انسان اشاره داشتید: ساحت باورها و عقاید، ساحت احساسات و عواطف و هیجانات و ساحت ارادی. اگر خوبی یعنی نیکخواهی به ساحت ارادی ما مربوط می شود و خوشی به ساحت احساسی ما، تکلیف ساحت معرفتی ما در زندگی آرمانی چه می شود؟ خب وقتی میگن که تکلیف ساحت معرفتی ما در زندگی آرمانی چه می شود، میتونه سوالشون به این معنا باشه که در زندگی آرمانی ساحت معرفتی ما باید معطوف به چی باشه؟ اگر من یک زندگی آرمانی داشته باشم، تو اون زندگی آرمانی یک ساحت عقیدتی و معرفتی هم دارم. تو اون زندگی آرمانی ساحت عقیدتی و معرفتی من باید معطوف به چی باشه؟ خب اگر سوال این باشه، وقت معناش اینه که جوابش اینه که باید معطوف به حقیقت طلبی باشه. یعنی در یک زندگی آرمانی، شخصی که صاحب زندگی آرمانیه، تمام کوششش در ساحت عقیدتی معرفتی اینه که به حقیقت نزدیک بشه، به حقیقت تقرب پیدا کنه. حالا حتی اگر به حقیقت نیل پیدا نمی‌کنه و به حقیقت نمیرسه، ولی چه به حقیقت بگیم نیل و چه بگیم به حقیقت تقرب، در هر دو حال بالاخره ساحت عقیدتی و معرفتی ما در یک زندگی آرمانی اگه داشته باشیم، معطوف به این خواهد بود. معطوف به اینه که یا به حقیقت نزدیک بشیم و یا اصلا به حقیقت برسیم. البته ممکنه شما قائل باشید به لحاظی، مثلا به لحاظ معرفت شناختی، قائل باشید که اصلا نیل به حقیقت در وسع آدمی نیست. خب در اون صورت نیل به حقیقت باید جاشو بده به چیز کم متوقعانه تری، یعنی به تقرب به حقیقت، به نزدیکی به حقیقت، نه نیل به حقیقت و وصول به حقیقت. سوال بعد پرسیدن که شما در درس گفتار دیگری تحت عنوان زندگی فیلسوفانه به پیشنهادهای عملی برای ایجاد تعادل در 3 ساحت معرفتی و احساسی و ارادی پرداختید. نسبت زندگی فیلسوفانه و زندگی آرمانی چیست؟ خب به نظر میاد زندگی فیلسوفانه یکی از پیشنهادهایی است که برای زندگی آرمانی شده. یعنی گویا یک زندگی آرمانی رو اگر از متفکران بپرسیم که یک زندگی آرمانی چه زندگیه، یکی از جوابهایی که احتمال داره بعضی از متفکران به ما بدن اینه که بگن زندگی آرمانی یا زندگی فیلسوفانه است یا فقط از طریق زندگی فیلسوفانه به دست میاد. این دو چیز البته، ولی خب به هر حال هر دوش قائل داره. یا بگن زندگی آرمانی زندگی فیلسوفانه است، یا بگن اگر ما فیلسوفانه زندگی کنیم دسترس پیدا میکنیم به زندگی
آرمانی. به زبان ساده یا زندگی فیلسوفانه مساوی است با زندگی آرمانی، یا زندگی فیلسوفانه مساوی است با وسیله گریزناپذیر برای رسیدن به زندگی آرمانی. سوال بعد فرمودن که در تعریف زندگی آرمانی گفتید که معنایافتگی رو کنار میذارید و فقط به خوبی و خوشی میپردازید و بعداً توضیح میدهید که چرا معنا رو کنار گذاشتین ولی فرصت نشد. اگه ممکنه توضیح راجع به این موضوع بفرمایید. بله، حق با ایشونه. من گفتم که ما در تعریف زندگی آرمانی فعلا در این سلسله بحث‌ها به همون خوبی و خوشی اکتفا میکنیم و به معنای زندگی که بعضی مؤلفه سوم زندگی آرمانی دانستند به این نمیپردازیم. همین درسته، من همین رو گفتم. حالا پرسیدن که چرا نمیپردازی؟ به خاطر اینکه وقتی بحث معنای زندگی پیش میاد، گاهی معنای زندگی به معنای هدف زندگیه، گاهی معنای زندگی به معنای ارزش زندگیه و گاهی معنای زندگی به معنای کارکرد زندگیه. یعنی در ترکیب اضافی، در ترکیب مضاف و مضاف الیه معنای زندگی، خود این مضاف یعنی خود لغت معنا خودش به 3 معنای مختلف به کار میره. در کتاب‌های فلسفه اخلاق و فلسفه زندگی به 3 معنا به کار میره. گاهی وقتی گفته میشه معنای زندگی یعنی هدف زندگی. خب اگر معنای زندگی مراد هدف زندگی باشه، اون وقت دیگه نیازی به گفتنش نیست تو بحث ما. چرا؟ چون وقتی میگیم زندگی آرمانی زندگی خوب و خوشه، معناش اینه که در زندگی آرمانی ما به دنبال خوبی و خوشی باید باشیم و بنابراین هدف ما رسیدن به خوبی و خوشی باید باشه. بنابراین دیگه زائده که بحث معنای زندگی رو طرح کنیم. اما اگر مراد از معنای زندگی ارزش زندگی باشه، یعنی اینکه آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نه، و اگر میارزه چرا میارزه زندگی به زیستنش؟ چون مسلما زندگی درد و رنج‌های فراوان درش هست، هزینه‌های فراوان درش هست. اون وقت سوال می شود که اگر زندگی بخواد به زیستنش بیارزه، باید لااقل اگر این همه هزینه داره فائده‌ای یا فوایدی داشته باشه که اون فائده یا فواید بیشتر از این هزینه ها باشن. باید لذت یا لذاذی داشته باشه که اون لذت یا لذات بیشتر از اون درد و رنج ها باشن، وگرنه دیگه زندگی به زیستنش نمیارزه. زندگی وقتی به زیستنش میارزه که وقتی محاسبه فایده هزینه میکنیم ببینیم بازم روی هم رفته این محاسبه به سود فایده تمام میشه. یعنی یه تفاضل فایده بر هزینه درش هست. حالا اگر فایده رو لذت بدونیم و هزینه رو درد و رنج بدونیم، یه تفاضل لذت بر درد و رنج درش هست. وگرنه اگر درد و رنج زندگی کمتر از لذت زندگی باشه، یا به تعبیر عامتر و دقیقتری اگر فایده زندگی کمتر از هزینه زندگی باشه، که اصلا زندگی به زیستنش نمیارزه. بنابراین اگر مراد از ارزش زندگی این باشه که آیا زندگی به زیستنش میارزه یا نه، و اگر میارزه به چه بیانی و با چه تقریری میارزه، اون وقت در واقع سوال اینه که آیا فایده زندگی بیشتر از هزینه‌اش هست؟ آیا عرض کنم که لذت زندگی بیشتر از درد و رنجش هست یا نه؟ که اگر هست ما به زندگی ادامه بدیم، و اگر فایده زندگی کمتر از لذتشه، ما لااقل باید آمادگی داشته باشیم برای خودکشی. خب اگر بحث معنای زندگی به این معنای دوم باشه، یعنی به معنای ارزش زندگی باشه، به نظر من این قبل از بحث خوبی خوشی باید طرح بشه. یعنی اول باید ببینیم آیا زندگی ارزش زیستن داره یا نداره. اگر ارزش زیستن نداره، یعنی فایدهش کمتر از هزینه‌شه، که اصلا زندگی رو باید قطع کرد.
و اگر ارزش فاعله زندگی بیشتر از هزینه‌شه و بنابراین نباید زندگی رو کات بکنیم، باید به زندگی ادامه و استمرار بدیم، اون وقت جای این سوال پیش میاد که خب حالا که باید زندگی بکنیم و نباید زندگیمون رو با خودکشی منقطع کنیم، حالا توی این زندگی به دنبال چی باید باشیم؟ اون وقت گفته میشه که یا به دنبال خوبی، یا به دنبال خوشی، یا به دنبال خوبی و خوشی با هم، یا به دنبال خوبی و خوشی و یه چیز سومی یا هر چیز دیگری. از این نظر میگفتم اگر معنای زندگی به معنای دومم باشه، اینم دیگه جاش در اینجا نیست. اما اگر معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی باشه، اینجا دیگه هیچ کدوم از اون دو جوابی که دادم کارایی نداره. اگر معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی باشه، میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که زندگی آرمانی علاوه بر این که باید زندگی خوب و اخلاقی باشه و علاوه بر این که باید زندگی خوشی باشه، باید غیر از خوبی و خوشیش یه چیز دیگه هم داشته باشه و اونم کارکرد حتی المقدور بالایی داشته باشه. یعنی مجموع فراورده های زندگی شما تا حد ممکن بالا باشه. یعنی اگر شما 60 سال عمر کرده اید، مثال میزنم، البته این مثال در هزار جاش مناقشه میشه کرده، ولی مثال ریاضی باید بزنم که دیگه چاره ندارم. اگر شما 60 سال عمر کرده باشید و 5 تا کتاب نوشته باشید تو این عمر 60 سالتون و همکارتون 60 سال عمر کرده باشه و 20 تا کتاب نوشته باشه، اون وقت طبق این تلقی اون که 20 تا کتاب نوشته زندگیش کارکرد بیشتری داشته تا اون که 5 تا کتاب نوشته. مثال دارم میزنم، وگرنه نه همه قبول دارن که کتاب نوشتن یکی از کارکردهای مثبت زندگیه و نه همه قبول دارن که تعداد کتاب‌ها رو باید برای برآورد کارکرد زندگی تعداد کتاب‌ها رو باید شمرد. ممکنه کسی یک کتاب بنویسه ولی این کتابش ارزشمندتر از 20 کتاب باشه که دیگری نوشته. به اینا توجه دارم، ولی می‌خواستم با مثال روشن کنم که وقتی میگن کارکرد زندگی، اینم باید علاوه بر خوبی و خوشی زندگی ملحوظ واقع بشه و مورد توجه واقع بشه. معناش اینه که زندگی آرمانی زندگی است که علاوه بر این که خوبه و اخلاقیه و علاوه بر این که خوشه، یعنی کمترین درد و رنج ممکن درش وجود داره، باید بیشترین کارکرد رو هم داشته باشه. یعنی بیشترین برآورد رو هم بشه از به راندمان این زندگی کرد، بشه بیشترین مبلغ رو قائل شد برای اینکه صاحب این زندگی اینا رو به هستی بخشیده. به زبان ساده تر، همه ما از بدو تولدمون تا وقت مرگمون مصرف کننده ایم از همه موهبت های طبیعی. حالا بحث اینه که این که مصرف کننده هست، تولید کننده هم هست یا نه. این تولید کنندگی مسئله کار کرده. خب حالا اگر مسئله این باشه، اون وقت شما به من میگید که چرا اینو پس نگفتی؟ این که دیگه مثل معنای زندگی به معنی اولش نبود که یعنی هدف زندگی، به معنای زندگی دومش هم که نبود که به معنای ارزش زندگی بود، کارکرد زندگی معنی سومه. چرا اینو نگفتی؟ به خاطر اینکه همه فیلسوفان قائل نیستن که به کارکرد زندگی هم باید توجه کرد. خیلی از فیلسوفان میگن همین که زندگی خوب و خوش داشته باشی کفایت میکنه، ضرورت نداره که علاوه بر این باید به کارکرد زندگیت هم توجه بکنی. چرا؟ یکی به این جهت که خود خوب زندگی کردن و خوش زندگی کردن خودش چیز خیلی ذی قیمتیه. یعنی چه دیگه اضافه بر خوبی و خوشی باید به چیز دیگه هم توجه کرد. اما نکته مهمترش اینه که فرض میکنیم علاوه بر خوبی و خوشی به کارکرد زندگی هم توجه داشته باشیم و به لحاظ نظری مخالفتی نکنیم. اما مشکل عملیه. اصلا چگونه میشه کارکرد زندگی کسی رو سنجید، وزن کرد؟ چه ترازویی وجود داره، چه میزانی، چه ملاکی، چه معیاری، چه سنجه‌ای وجود داره که من بتونم زندگی خودم رو با زندگی شما مقایسه کنم، ببینم کارکرد کدوم بیشتره، یا زندگی دو نفر رو من مقایسه کنم با هم و بگم زندگی کدومشون کارکرد بیشتر داشته باشه. اینقدر در بحث کارکرد
دیدگاه‌های مختلف دخیلن که اصلا راه عملی نداریم برای فهم این که کارکرد زندگی حسن بیشتر بوده یا کارکرد زندگی حسین. سوال بعد فرمودن که در جلسه اول قبل از ارائه پیشنهادهای عملیتون فرمودید که بنابر یک سیر منطقی پیشنهادات رو عرضه می‌کنید که بعداً اگر فرصت شد توضیح میدید، ولی فرصت نشد. اگه ممکنه توضیح بفرمایید. بله، یه جا اشاره کردم ولی نتونستم به تفصیل بگم، ولی اگه یادتون میاد یه جا گفتم که دارم دائما محدوده رو تنگ میکنم. اگر دقت بکنه از رأس فهرست به طرف پایین که میایم هی محدوده زندگی تنگتر و تنگتر و تنگتر میشه و این تنگتر شدن به ظاهر تنگتر شدنه، ولی در واقع یه گشایش و رهایی به دنبال داره که در زندگی‌های غیر تنگ دیگه یه همچین گشایش و رهایی وجود نداره. اینو اشاره کردم، ولی چون بحثم تمام نشد و خیلی از عوامل ناگفتمون دیگه نتونستم این بحث رو به تفصیل بیشتر بگم. بله، حالا اگر بخوام بگم اینه که دائما دارم از اول به طرف پایین که میایم زندگی رو دارم تنگتر و تنگتر و تنگتر میکنم. به جهت چی؟ به جهت عواملی که در خوبی و خوشی مؤثرند. سوال بعد فرمودن خوبی و عدم زیان به دیگران گاهن، یعنی گاهی با خوشی زندگی تعارض دارد. بله، راست میگن. خیلی وقتا خوبی و خوشی با هم تعارض دارن. درسته. برای مثال گاهن یعنی گاهی راستی و کسب روزی نیاز به هزینه اخلاقی بودن و صرف نظر کردن از برخی کارها و اجتنابها دارد که از کسب درآمد و خوشی زندگی میکاهد. خیلی واضحه، حق با ایشون. تعادل بین خوبی و خوشی در زمان تعارض بین آنها کجاست؟ یا به عبارتی بهتر است این تعادل کجا باشد؟ اگر مراد از تعادل اینه که آیا اگر تعارض پیدا کرد خوبی را باید ترجیح داد بر خوشی یا خوشی رو بر خوبی؟ اینو که در جواب یک از سوالات قبلی بنده عرض کردم که نه، علل اصول باید خوبی رو بر خوشی ترجیح داد. اما یک سوال دیگه ممکنه بکنن که اون دقیق تر از این سواله و اونه که بگن آیا هر خوبی رو بر هر خوشی باید ترجیح داد؟ یعنی آیا یک خوبی خیلی کوچک رو هم حتی باید بر یک خوشی خیلی بزرگ ترجیح داد یا نه؟ خوبی ها و خوشی ها وقتی باید در موردشون خوبی رو بر خوشی ترجیح داد که میزان خوبی این خوب به اندازه میزان خوشی اون خوش باشه یا هم افق باشن با هم. وگرنه اگر یه خوبی خیلی ریز داشته باشیم این تعارض پیدا کنه با یه خوشی خیلی درشت، ممکنه کسی بگه نه دیگه اینجا خوشی رو بر خوبی ترجیح بده چون اون خوشی خیلی درشته و این خوبی خیلی ریزه. میخوام اینو عرض بکنم که ممکنه این سرورم سوالشون دقیق تر از اون سوالی باشه که من اول در واقع طرح کردم و اون این باشه که خب علل اصول قبول میکنیم خوبی رو باید بر خوشی ترجیح داد، ولی آیا واقعا هر خوبی رو بر هر خوشی؟ یا این خوبی و خوشی باید یک نوع تعادلی هم بینشون باشه؟ اگر دقیقاً میزان خوبی این خوب به اندازه میزان خوشی اون خوش نیست، ولی لااقل خیلی هم با هم فاصله نداشته باشن. اگه خیلی فاصله داشته باشن یه خوبی خیلی ریز رو دیگه نباید ترجیح داد بر یه خوشی خیلی درشت. توجه میکنید؟ یک خوشی خیلی کلان رو نباید فدای یک عرض کنم که خوبی خرد کرد. ممکنه اینو بگید. اگر این سوالتونه وقت باید بگم 2 تا جواب این سوال پیش داده شده. بعضی گفتن نه، خوبی به صرف این که خوبی باید بر خوشی ترجیح داده بشه. بنابراین خوبی به ما هو خوبی از آن رو که خوبی است همیشه باید ترجیح داده باشه بر خوشی به ما هو خوشی، یعنی خوشی از آن رو که خوشیه و دیگه به کمیت و میزان نزدیکیشون به هم نباید کار داشته باشه. یک جواب دیگه ممکنه این باشه و اینه که نه،
باید اگر بیش از حد خوبی خورده و بیش از حد خوشی کلانه، ما باید این خوبی رو بر اون خوشی ترجیح دیگه ندیم، نه بگیم خوشی خیلی عظیم رو دیگه باید ترجیح داد بر خدمت رو عرض کنم که خوبی خیلی حقیر، خوبی که اون عظمت رو نداره، خیلی کوچکه. ممکنه این رو جواب بدید. خب واقعیتش اینه که رواقیان میگفتن که نه، باید خوبی به هر قیمتی بر خوشی ترجیح داده بشه، ولی بسیاری از فیلسوفان نه، به این معتقد نیستن و میگن نمیشه بگیم هر خوبی رجحان داره بر هر خوشی و هر خوشی باید فدای هر خوبی بشه. این به عظم و صغر و بزرگی و کوچگی اون خوبی و خوشی هم بستگی داره. همین سرور ما در ادامه پرسیدن که صرف زمان برای خوشی ممکن است از فرصت خوبی هایی که میتوانیم بکنیم بکاهد. تعادل بین خوبی و خوشی کجاست؟ خب این دیگه باز همون سواله. اول دقت نکردم، فکر کنم سوال دیگری هست، در واقع همون سواله. سوال بعدی اینه که جایگاه عقلانیت و استدلالگرایی در زندگی آرمانی مد نظر کجاست؟ خب جواب اینه که عقلانیت ممکنه برای کسانی ارزش ذاتی داشته باشه و ممکنه برای کسانی ارزش غیری داشته باشه و ممکنه برای کسانی هم ارزش ذاتی داشته باشه هم ارزش غیری. 3 تا دیدگاه در باب عقلانیت وجود داره. یک دیدگاه میگه عقلانیت ارزشمند است اما ارزش غیری داره، ارزش بالغیر داره، یعنی از آن جهت ارزش داره که ما را به چیز ارزشمند دیگری میرسونه. یعنی اگر عقلانیت نداشته باشیم به خوبی زندگیمون لطمه میخوره، به خوشی زندگیمون لطمه میخوره و چون عقلانیت راه بسیار مناسب و درخوری است برای رسیدن به خوبی و خوشی، به این جهت عقلانیت ارزش داره. این یک جواب. یک جواب میگه نه، عقلانیت خودش موضوعیت داره، طریقیت نداره، خودش هدفه، نه اینکه وسیله‌ای باشه که ما رو به هدف دیگری میرسونه. عقلانیت، خود عقلانی بودن ارزشمنده. انسان باید عقلانی زندگی بکنه، حالا خواه این عقلانی زندگی کردن به خوبی و خوشی زندگی هم کمک بکنه و خواه نکنه. خود عقلانیت مهمه. انسان از آن رو که انسانه، شرفش به اینه، فضیلتش به اینه، تعالیش به اینه که از عقلانیت فارغ نباشه، عقل رو و عقلانیت رو تعطیل نکنه. اصلا هم بحث بر سر این نیست که عقلانیت ما رو به خوبی و خوشی میرسونه، نه، اصلا خود عقلانیت هم انگار در عرض خوبی و خوشی خودش تازه یک ارزش سومه. اینم یک جواب. یه جواب سوم اینه که عقلانیت هم برای خودش خوبه، هم وسیله خوبی است برای اینکه ما رو به خوبی و خوشی برسونه. هر دو. من خودم معتقدم که جواب اول درسته. عقلانیت به جهت وسیله بودنش خوبه، به خاطر اینکه وسیله است برای رسیدن به خوبی و خوشی. یعنی برای رسیدن به خوبی و خوشی شرط لازم عقلانیته، شرط کافی نیست ولی شرط لازم عقلانیته، و چون شرط لازم عقلانیته پس در یک زندگی آرمانی جا داره عقلانیت، اما نه به عنوان ارزش غایی، به عنوان ارزش نهایی مثل خود خوبی، مثل خود خوشی، نه، به عنوان یک ارزش ابزاری، یک ارزش وسیله‌ای. سوال بعدی گفتن که استاد در توضیح نکته 4، یعنی طالب مطلوب‌های اجتماعی نبودن، از 7 مطلوب اجتماعی تأکید داشتند. یعنی بر 7 مطلوب اجتماعی تأکید داشتند که طالب شهرت، ثروت، قدرت و محبوبیت نباشیم و به 3 دیگر یعنی احترام، آبرو و علم اشاره‌ای نکردند. دلیلش چیست؟ خیلی دقت نظر داشتن ایشون که گفتن این سوال. راست میگن، ولی حواسم بوده که چرا نگفتم. ببینید، گفتن شما گفته ای طالب ثروت نباشی، طالب قدرت نباشی،
ببخشید بله، طالب قدرت نباشی، طالب محبوبیت نباشی، ولی گفتی دیگه، نگفتی طالب احترام و طالب آبرو و طالب علم هم نباشی. با اینکه مطلوب‌های اجتماعی اونا هم هستن، چرا گفته طالب اینها نباشید و طالب اونها باشید؟ خیلی دقت خوبی کردن. بله، من آگاهانه اینو گفتم. چرا؟ به خاطر اینکه سوال اول بکنم، وقت بر اساس این سوال متوجه میشید. اگر کسی طالب شهرت باشه یا طالب ثروت باشه و یا طالب قدرت باشه، به احتمال 99% برای اگه طالبشون باشه ها، نه اینکه شهرت طالبش نبوده ولی شهرت پیدا کرده، نه اینکه طالب ثروت نبوده ولی ثروت به دستش رسیده، نه اینکه طالب قدرت نبوده ولی قدرت به دستش رسیده، نه، طالب. اگر کسی طالب ثروت، طالب شهرت و طالب قدرت باشه، به احتمال 99% باید ظلمی کمیابیش بکنه، حقی رو ضایع بکنه، تجاوز به حقوقی بکنه تا به اون ثروت یا شهرت یا قدرتی که میخواد برسه. به احتمال 99% که میگم، نه این که من تحقیق کردم و 99%، میخوام بگم اگر به شهود خودتون رجوع کنید میبینید تقریبا طالبان ثروت، یعنی اونایی که عشقشون در جهان ثروت اندوزیه، طالبان شهرت، طالبان قدرت، اینا اگر بخوان طلب خودشون رو ارضا کنن و به معبود خودشون، به عرض کنم مطلوب خودشون برسن، تقریبا بدون ظلم به دیگران امکان پذیر نیست. اما سوال، آیا همین حکم درباره آبرو و احترام و علم و محبوبیت هم صادقه؟ کسی ممکنه بگه نه دیگه، در اینها بدون ظلم هم می شود انسان آبرومند بشه، بدون ظلم هم آدم میتونه احترام برانگیز بشه، بدون ظلم هم آدم میتونه محبوب القلوب بشه، بدون ظلم هم میتونه انسان چی باشه؟ به علم برسه. یک کسی ممکنه بگه نه، این 4 تا مثل همون 3 تایی است که اول گفتی. چون من خودم نظرم اینه که این 3 تای اول با 4 تای دوم از این جهت فرق میکنن و معتقدم اون مقدار که طالبان ثروت و شهرت و قدرت امکان ظالم شدنشون، امکان تضییع حقوق دیگران در موردشون بالاست، اون مقدار در مورد طالبان اون 4 تای دیگه اون مقدار بالا نیست. وقت از این نظر اون 4 تا رو احتیاط کردم و نگفتم. ولی اگر کسی بگه نه، اون 4 تا هم ملکیان عین همین 3 تای اولی که تو گفتی، اون 4 تا هم اگه کسی طالبشون باشه باید به همون درجه از احتمال ظلم بکنه، اون وقت در صورت دیگه باید حتما اون 4 تا هم در اعداد این 3 تا گفت. ولی چون من رأیم راستش به لحاظ روانشناسی اجتماعی اینه که اون 4 تا رو آگاهانه نگفتم. ولی خیلی خوشحالم که این سرورم هر کی بودن این دقت رو کردن، چون واقعیتش اینه که البته هر انسانی جایز الخطاست، منم که دیگه نه فقط جایز الخطام بلکه واجب الخطام و خیلی خطا میکنم در گفتن، در نوشتن، در هر چیزی. ولی در عین حال یک وسواسی دارم که چه کلمه ای رو به کار ببرم، چه کلمه ای رو به کار نبرم. خیلی اینجور نیست که بدون تأمل باشه، بدون سنجش باشه. ولی خب چون نمیخوام وقت مخاطب رو بگیرم، یه چیزی رو میگم ولو بیان علتش هم نکنم، ولی خب میخوام تو ذهن طرف در واقع حک بشه که اونا رو مثلا به کار نبردن. حالا یک کسی ممکنه متوجه بشه، یک کسی هم ممکنه متوجه نشه. سوال 10، همپوشانی خوبی و خوشی چقدر است؟ آیا میتوان خوب زندگی کرد اما خوش نبود؟ و برعکس، یعنی آیا میتوان
مثلا خوش زندگی کرد و خوب نبود. بعد تو پرانتز اشاره فرمودن که سوال رو با معنا دار بودن زندگی هم کرد، یعنی میتوان کرد، یعنی راجع به معنادار بودن زندگی هم میشه. خب واقعا جواب اینها فرق میکنه. این که آیا همیشه میشود بد بود و بازم خوش زندگی کرد؟ از خوبی عاری باشیم، اخلاقی زندگی نکنیم و خوش باشیم؟ آیا میشود همیشه خوب باشیم ولی خوش نباشیم؟ همیشه اخلاقی زندگی کنیم ولی خوش نباشیم؟ یا نه، اگر خوب بودیم متناسب با خوبی خوش هم هستیم، اگر خوش بودیم متناسب با خوبی عرض کنم که خوش هم هستیم. حالا راجع به معنادار بودن زندگی هم که همونطور که تو پرانتز فرمودن همین میشه. جوابی که به نظر من میاد جواب درسته اینه که مسلماً این دوتا همیشه با هم عنان نیستن که هرچه خوبتر زندگی کنیم خوشتر هم باشیم و هرچه خوشتر زندگی کنیم خوبتر هم باشیم. اصلا و ابدا یه همچه همعنانی وجود نداره. اما از اون طرف هم همیشه هم رابطه این دوتا الاکلنگی نیست که حتما هرچه خوبی رفت بالا حتما خوشی بیاد پایین و حتما هرچه خوشی رفت بالا خوبی بیاد پایین. به نظرم نه ارتباط تضاد و ارتباط، حالا به تعبیر من الاکلنگی بین این دوتا برقراره، یعنی به تعبیر ریاضیدانان تناسب معکوس بینشون برقراره که هرچی یکشون رفت بالا دیگری حتما باید بیاد پایین. از اون طرف هم تناسب مستقیم هم بینشون برقرار نیست که هرچی خوبی رفت بالا حتما خوشی هم میره بالا و هرچی خوشی رفت بالا خوبی هم حتما میره بالا. نه، هیچ کدوم از این دوتا نیست. نه تناسب مستقیمه، نه تناسب معکوسه. گاهی خوبی خوشی هم افزایش میده، گاهی هم نمیده. خوشی هم گاهی موجب خوبی میشه و گاهی موجب خوبی نمیشه. بعد فرمودن سنخ روانی آدمیان در انتخاب خوب و خوشی، یعنی خوبی و خوشی و یا نوعان تأثیر دارد. به نظر من بله. ممکنه کسانی مخالف باشن ولی به نظر من بله. فرمودن که تفاوت این درس گفتار با درس گفتار زندگی فیلسوفانه در چیست؟ خیلی سوال خوبیه، چون من یک سلسله سخنرانی داشتم درباره زندگی فیلسوفانه، یک سلسله سخنرانی در باب زندگی عارفانه، یک دسته سخنرانی هم در باب زندگی مؤمنانه. اون سه نوع زندگی رو در اون مجموعه سخنرانی ها در واقع میخواستم در کنار هم بگذارم و با هم مقایسه کنم. حالا سوال این دوستمون اینه که ارتباط زندگی فیلسوفانه با این درس گفتار خوبی و خوشی چیه؟ خب در جواب یک از سوال سابق اینو جواب دادم. در واقع خوبی و خوشی دو آرمان، خوبی و خوشی دو مؤلفه زندگی آرمانی هستند. اون وقت یکی از پیشنهادها اینه که به خوبی و خوشی از راه زندگی فیلسوفانه میرسیم. بنابراین ارتباطش میشه گفت ارتباط وسیله و هدفه. گویا زندگی آرمانی هدفه، یکی از وسایلی که پیشنهاد شده به دست بعضی اینه که زندگی فیلسوفانه بکنیم. آیا در ادامه همون هست یا مبحث دیگری است؟ خب عرض کردم ارتباط وسیله و هدف داره. زندگی آرمانی هدفه، زندگی فیلسوفانه وسیله است که بعضی پیشنهاد برای رسیدن به زندگی آرمانی. آیا زندگی فیلسوفانه با مشخصاتی که فرمودند برای زندگی آرمانی کافی نیست؟ به نظر بعضی چرا، ولی بعضی میگن نه، برای زندگی خوب و خوش باید به زندگی مؤمنانه رو بیاریم، میگن به زندگی عارفانه باید رو بیاریم. ولی به نظر اونهایی که به زندگی فیلسوفانه قائلن چرا؟ زندگی فیلسوفانه با مشخصاتی که من عرض کردم برای زندگی آرمانی به نظر اونها لازمه. اما یه کافی هم هست یا نه؟ در باب کافی بودن یا کافی نبودنش خب خیلی بحث ها میشه کرد. خود من به نظرم میاد که کافی هم هست، ولی به نظر بعضی میاد لازم هست زندگی فیلسوفانه برای زندگی آرمانی، ولی کافی نیست.
بعد نوشتن در اونجا، یعنی در اون سلسله بحث ها، استاد به 3 ساحت باورها و عقاید، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها اشاره کردند و به بیان نحوه تعادل بین یقین و بی‌یقینی، وابستگی و وارستگی، عقل، عمل و بیعملی در این ساحات اشاره کردند. خب بله اشاره کردن که اونجا من چه عرض کردم، ولی سوالی نکردم. سوال بعدی، با توجه به تفکیکی که استاد بر پایه نظریه افلاطون از 3 ساحت وجودی انسان داشتند، یعنی باورها و عقاید، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها، اگر خوبی به ساحت ارادی ما مربوط می شود و خوشی به ساحت احساسات ما، تکلیف ساحت معرفتی ما در زندگی آرمانی چه می شود؟ ظاهرا این سوال تکراریه، همون سوالی که اون اوائل خوندم. بعد فرمودن در سوال دیگری، استاد فرمودن که در این درس گفتارها مطلقاً مباحث نظری انجام نمیگیرد و مباحث نظری آنها را در جاهای دیگری انجام دادند. اگر مقدور است کتاب یا مقاله یا سخنرانی که مباحث نظری این بحث‌ها در آن وجود دارد را معرفی فرمایید. خب خیلی چیزا رو میتونم عرض کنم خدمتتون، البته اگر مرادتون از مطالب خودم باشه. اگه مرادتون از مطالب این که کجا گفتم باشه، یکی در سلسله درس‌های انسانشناسی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی کشور گفتم که فکر میکنم 36 جلسه باشه و دیگه بعد قطع شد جلسات، یکی اونجا این بحث رو پیش کشیدم. در سلسله درس هایی هم که تحت عنوان، اگر خطا نکنم، پرسش های انسان امروز از مولانا مطرح شد که 4 یا 5 سخنرانی بود، در اونها هم این بحث رو پیش کشیدم. تو درس های دانشگاهی هم وقتی دانشگاه درس میگفتم بحث کردم. در 2 تا درس این بحث رو، یک بار در یک سلسله درسی که در دانشگاه تحت عنوان فلسفه اخلاق میگفتم و یک سلسله درس که تحت عنوان انسان شناسی میگفتم. جاهای دیگری هم البته هست ولی حافظم یاری نمیکنه، ولی این چند مورد رو چون روشن است در نظرم گفتم. سوال بعدی فرمودن نیازهای جسمی را گفتید، نیازهای ذهنی و روانی کدامند؟ و آیا روشی که برای تشخیص نیاز و خواسته گفتید، همون 2 سناریوی بیخبری، برای آنها هم صدق میکند یا خیر؟ بله، اون روش برای اونها هم صدق میکنه. اما این که گفتید نیازهای ذهنی و روانی کدامند، اینا خیلی بحثش مفصله. فکر میکنم که اگر بخواید عرض کنم که بحث خوبی در باب این نیازها ببینید، رجوع کنید به کتاب ارزش‌ها، ادیان و تجارب اوج از آبراهام مزلو که به زبان فارسی ترجمه شده. گمان کنم که بیش از 2 ترجمه شده باشه، شاید 3 ترجمه شده باشه از این کتاب، ولی یکی از ترجمه ها که انتشارات کرگدن منتشر کرده به نظرم ترجمه خیلی بهتریه. ولی کتاب هایی که در این باب نوشته شده منحصر به این کتاب نیست. این که این کتاب رو معرفی میکنن به خاطر اینکه در اواخر این کتاب یه استقصاء تام می شده از تعداد این نیازها، ولو شرح این نیازها در این کتاب نیست. اون وقت باید برای شرحش دیگه به متون متفرق دیگری رجوع کرد. آیا این که دلم خواسته ای دارد که نیازم نیست خودش یک نیاز روانی یا ذهنی نیست؟ نه، یه واقعیت ذهنی روانی هست اما یک نیاز ذهنی روانی نیست. واقعیت ذهنی روانی غیر از نیاز ذهنی روانی. چرا؟ یکی از واقعیت‌های ذهنی روانی ما آدمیان اینه که خیلی وقتها چیزی رو می‌خواهیم که بهش نیاز نداریم و خیلی وقتها چیزی رو که بهش نیاز داریم نمی‌خواهیم. یه واقعیتی که در قالب ما انسان‌ها و در قالب صحنه‌های زندگیمون ممکنه امکان
بروز و ظهور داشته باشه. اما اینکه خود این یک نیازه، یعنی ما نیاز داریم که گاهی نیازهایی داشته باشیم که نخواهیم، یا نیاز داریم که گاهی خواسته هایی داشته باشیم که نیاز بهش نداریم. نه دیگه، این نیاز نیست ولی واقعیت هست. این که دلم میخواهد محبت دیگران رو جلب کنم در حالی که زندگی اصیل مخالف آن است، این که دلم میخواهد فخر بفروشم، این که دلم میخواهد دیگران به من احترام بگذارن، یک نیاز ذهنی روانی نیست. چرا؟ خودتون که میگی دلم میخواهد، پس خواسته هست. اما نیاز هست یا نه؟ نیاز هست یا نه با اینکه دلم میخواهد تامین نمیشه. باید ببینیم که آیا اگر به اینها نرسید کمیت زندگیتون لنگ میشه، و اگر به اینها برسید در قیاس با کسانی که نرسیدن زندگی خوبتر و خوشتری دارید. اگر این باشه اون وقت نیازم هست. بنابراین که دائم فرموده اید که این که دلم میخواهد فخر بفروشم، دلم میخواهد فلان، اینا همش دلم میخواهم ها نشون میده که اینا خواسته های شماست، اما از این بر نمیاد که نیازتونه. این که نیازتونم هست یا نه، علاوه بر این که خواستتونه نیازتونم هست یا نه، یعنی به تعبیر این که آیا این خواسته ها مطابق با نیازهاتونم هستن یا نه، از اینجا معلوم میشه که تحقیق بشه که اگر این خواسته ها برآورده نشدن آیا کمیت زندگی شما لنگ میشه، و اگه لنگ بشه واقعا یعنی بقای کمی و کیفی زندگی شما به خطر بیفته، معلوم شه این خواستتون نیازم بوده. ولی اگر لنگ نشه نه. فراوان کسانی از سر سوزن شهرت ندارن، اگر کسی میشناسدشون 50 نفر تو زندگی میشناسنشون، اینم خویشاوندانشون یا چند تا دوست. اینا از شهرت برخوردار نیستن ولی کمیت زندگیشون هم جای لنگ نمیشه. بنابراین این خواستن یک چیزی، یا به تعبیر این سرورمون دلم خواستن ها دلالت بر خواسته بودن میکنه، نه دلالت بر نیاز بودن. حالا اینکه این خواسته منطبق بر نیازم هست یا نه، دیگه جوابش به اینه که آیا ما وقتی به این خواسته نمیرسیم به چه عیب و نقص و عسر و حرجی دوچار میشیم یا نمیشیم. اگر دوچار نمیشیم نه، نیازی نبوده، اگر چه خواسته بوده. اگر اینها نیاز روانی باشد که قواعد زندگی اصیل میگوید نباید آنها وقعی بگذارم، و از طرفی اگر نیاز است باید آنها رو برآورده کنم. یک کمی تعبیرشون مبهمه ولی به هر حال ماحصل حرفم اینه که نه، اینا خواسته هایی هستن که لزوما از صرف خواسته بودنشون مطابق با نیاز بودنشون برآورده نتیجه گرفته نمیشه. سوال دیگر اینه که در ارتباط با زندگی اصیل فرمودید که باید بر اساس عقل و شهود اخلاقی باشد و نه بر اساس گفته و نظر دیگران. درسته؟ اینطور که فهمیدم یعنی ملاک تصمیم گیریمان برای هر عمل باید خودمان و وجدانمان باشد. مسئله از اینجا شروع می شود که حتی بر فرض محال که تنها منبع وزندهی عقلانی سنجش معیارهای مختلف مؤثر بر تصمیم و مصلحت سنجی و استدلالیم خودم باشم، وجدان من مادرزادی که شکل نگرفته، اکتسابات این طورش کرده است. یعنی هر آنچه از رفتار بزرگان و عاقلان و دیگران و عرف جامعه و دین و تربیت و اینها آموخته است، خوبی و بدی را به آن شناسانده است. این که دروغ نگویم و قطع نکنم مثالهای آسانش هست، اینها منظورم نیست. اما این که من چه وظیفه اخلاقی در قبال فرزندم یا همسرم یا همسایه‌ام دارم را که باید از دیگران و عرف و همون منابع بگیرم یا خیر. اگر بگیرم گویا زندگی اصیل نداشتم، اگر نگیرم که منبعی برای تشخیص اخلاقی بودن عملم ندارم و وجدانم ساکت خواهد بود. اگر بفرمایید هر آنچه وقتی کلاهت را قاضی میکنی از آن عمل آسوده وجدانی همان را انجام بده، باید بگویم که وجدان من شاید خیلی ها، یعنی شاید وجدان خیلی ها در بسیاری از این موارد سکوت میکند و به رفتار عرف مینگرد و از آن تغذیه میکند که باز برمیگردد به این که پس تصمیمم باید بر اساس نظر دیگران باشد. ببینید مطلب رو یک کمی با پیچ و تاب
ادا کرده بودن، ولی ماحصل فرمایششون معلومه. یک سوالشون در واقع اینه که خود وجدان که اینقدر میگید وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی، مگه اینو من از رحم مادرم از شکم مادرم آوردم؟ همین وجدان اخلاقی رسوبات تعلیم و تربیت معلمان و مربیانه، رسوبات حرفها و گفته ها و کرده های پدران و مادرانه، رسوبات سنت، رسوبات فرهنگ، رسوبات افکار عمومی، رسوبات القاپذیری ها و تلقین پذیری هاست، رسوبات تعبد هاست، رسوبات تقلید هاست و اینا. اینقدر که هی میگید وجدان اخلاقی وجدان اخلاقی، اینا هم رسوبات اوناست. بنابراین وقتم که به وجدان اخلاقی من عمل میکنم، گویا دارم از یک منابع دیگری تغذیه میکنم و فرمان میگیرم و دستور اخذ میکنم. این یک حرفشونه. خب این حرف موافقانی داره مخالفانی داره. کسانی معتقدن نه احکام اخلاقی فطری اند و کسانی معتقدن همونطور که شما معتقدید که نه فطری نیستن، ما از شکم مادرمون با خودمون نیاوردیم، اینا رو بعداً یاد گرفتیم. بنابراین این هم موافقانی داره و هم مخالفانی. اما حالا فرض میکنم که حق با شما باشه، در نزاع بین شما و مخالفانتون حق با شما باشه و اینها رو ما آموخته باشیم، اکتساب کرده باشیم از این طرقی که شما اشاره کردید به بعضیش و به بعضیش هم من اشاره کردم و اینا رو از شکم مادر نیاورده باشیم. حالا بحث بر سر اینه. گاهی وقتا اینهایی که به گفته شما برساخته های اجتماعی هن، مثلا از دل سنت، از دل فرهنگ، از دل جامعه، آداب و رسوم، عرف و عادات به دست اومدن و در درون من به عنوان وجدان اخلاقی جا خوش کرده اند، میگید که خب حالا این اگر یه حکمی کرد و یک عامل بیرونی یه حکم دیگه ای کرد، توی مصطفی گویا به من داری میگی که حکم اون درونتو ترجیح بده بر اون حکم عامل بیرونی. من میگم بله حق با شماست. میگید خب اگر من حکم وجدانم رو ترجیح بدم بر اون عامل بیرونی، بازم حکم یک عامل درونی شده را بر یک حکم یک عامل بیرونی درونی نشده ترجیح دادم، ولی بالاخره دو تا حکم بیرونی رو یک بر دیگری ترجیح دادم. اینو میخواید به من بگید؟ میخواید بگید اگر وجدان هم حاصل رسوبات بیرونه، پس اگر وجدانم گفت کار ایکس رو بکن و یه آقایی رئیسی گفت کار ایگرگو بکن و من به جای این که کار ایگرگی که اون رئیس هم میگه بکنم کار ایکس رو بکنم، بازم در واقع وجدان خودم رو ترجیح ندادم برای یه عامل بیرونی. یه عامل بیرونی درونی شده، اینترنالایزد، ملکه شده به نام وجدان رو ترجیح دادم برای یه عامل بیرونی هنوز وجدانی نشده، هنوز اینترنالایزد نشده. پس بازم نگو که تو از بیرون تبعیت نکرده ای. چرا؟ از یه بیرونی تبعیت کرده ای که مدتها قبل درونی شده و بنابراین یک بیرون درونی شده رو فقط ترجیح داده ای بر یک بیرون درونی نشده. بله میگم بله همینطوره. بله اگر بپذیریم بازم من یک بیرون درونی شده رو به شما میگم ترجیح میدم بر یک بیرون درونی نشده. اما چرا؟ میگم به جهت این که این بیرونی های درونی شده به شهود ما رسیدند که درونی شدند، ولی اون بیرونی های درونی نشده هنوز به شهود ما نرسیدند. یعنی از بیرون خیلی دستورها به ما دادن، معلمان و مربیان و عرض کنم که پدران و مادران و سنت و فرهنگ و فلان و بهمان. اما چرا همش تو درون ما درونی نشده؟ به خاطر اینکه درونی شدن، وجدانی و شهودی شدن رو هم لازم داره. وقت من دارم انگار به شما میگم یک بیرونی شهودی شده را بر یک بیرونی شهودی نشده ترجیح بده. اینو دارم میگم. خیلی عذر میخوام، من الان دارم به اشاره میکنم که باید همین الان به سرعت برم که برسم به وسیله نقلیه و با اینکه قول داده بودم اما نمیدونستم که حرکتم این ساعته
و بنابراین نتونستم 1 ساعت و نیمی که قول داده بودم در خدمتتون باشم. حالا امیدوارم باز فرصت دیگری پدید بیاد و من هم سوالات جواب داده نشده همین الان رو و هم سوالهایی که ظاهراً در طی این دقایقی داشتم سوالاتون جواب میدادم از نو رسیده باز بتونم جواب بدم. و سلام، قربان شما، خدا نگهدار.